دوستان، ما امروز اومدیم با آموزش وصل کردن همستر به کیف پول تونکیپر. اول از همه بگم که ما نیاز داریم برنامه تونکیپر رو حتما روی گوشی خودمون نصب کنیم، چون که داشتن این برنامه خیلی بهتر و امن‌تره و کارا بهتر صورت میگیره، انتقال ها راحت‌تر و امن‌تر صورت میگیره. و نکته دوم اینه که ما حتما باید همه مراحل رو بدون فیلتر شکن انجام بدیم، پس حواستون باشه که فیلتر شکن خودتون رو خاموش نگه داشته باشید. اولین مرحله‌ای که باید انجام بدیم اینه که شما تونکیپر خودتون رو باز میکنید و کیف پولی که میخواین رو انتخاب میکنید و بعد رو قسمت بروزر که این پایین میزنید و بعد کانکتد رو میزنید. کانکتد که این قسمت باید بیاد. شما از برنامه کامل خارج نمیشید و همینطوری به این صورت میرید روی ربات و همستری که شما میخواین انتقال وصل کنید میزنید و میاین روی قسمت ایردراپ و میاین قسمت آنچین ایردراپ رو میزنید. بچه دوستان، چند گزینه دیگه هم هست برای وصل کردن، اما ما چون تو ایرانیم بهترین گزینه برای ما این قسمت آنچین ایردراپه که مستقیم به تونکیپر خودمون وصل میشه. پس ما روی این گزینه کلیک میکنیم و بعد کانکت والت رو میزنیم و بعد تونکیپر رو میزنیم که این قسمت میاد و ما بازم کانکت والت رو میزنیم، تایید میکنیم و بعد کیف پولمون وصل شد. دوستان باید یه کار دیگه هم انجام بدیم و فقط تا امروز وقت داریم. کار بعدی هم اینه که باید ما کیف پولمون رو تایید کنیم از طرف همستر. پس قسمت ست از دفولت که این قسمت آبی رنگی رو میزنیم و بعد به این صورت اتصال و تایید کامل انجام شد و خیال ما راحت شد. دوستان این هم آدرس کیف پول ماست اگه کسی هست. و شما کار بعدی که باید انجام بدید اینه که برید ببینید که حتما ارز همستر و نشان همستر توی کیف پولتون اومده باشه. بعضی دوستان میگن این نشان برای ما توی کیف پول نمیاد، یا مثلا بعد بسته شدن ربات مثلا این نشان هم میره. مشکل اصلی این مورد اینه که شما حتما یه جایی از فیلتر شکن استفاده کردید یا حالا نتتون قطع شده یا چیزی و این اتصال به طور کامل و درست پیش نرفته. پس شما حتما باید از اینترنت خودتون مطمئن باشین و اصلا از فیلتر شکن استفاده نکنید تو این مراحل. ممنونم، موفق باشین. امیدوارم آموزش مفید و خوب باشه براتون.